کن برقمون اینجا چراغ نداری چراغ روشن کنم بیا بکن این برق مستقیمیه که توی سیم قرمزه وصل میشه بهش نوشته دی به اضافه. خب دی به اضافه برق مستقیمی که میاد وصل میشه از باتری ها، باید باتری ها رو شارژ کنه دیگه. دی به اضافه اینجا یه دی به اضافه داریم. بکن اینا یه دی به اضافه داریم که چراغ دینامه. دی به اضافه چراغ دینامه. اینجا هم که نوشته چیه؟ وی ام یعنی دور موتور. دبلیو یا ام دور موتورمونه. این هم خود اتصال بدنمونه. اتصال بدنه اینجا هم داره، میتونی اینجا یه چیزی وصل. خب این الان نگاه کن سویچ بازه، چراغ دینام روشن. موتور که روشن شد حرفامو ضبط کن. خب حرفامو ضبط کن که موتور که روشن شد این باید خاموش بشه. حالا اومتر رو وصل میکن. اومتر یه سرش رو میبندیم به کجا؟ به برق. باید بدونیم چند ولتی برق میده. یکیش هم میشه بدنه. چون میکنیمش توی جا. الان 25 ولت فعلا برق داره. خب باید بشه 28 ولت به رسیدی. بذار دینامو که روشن کنم باید بود چراغ دینام خاموش. آماده؟